سلام، من دلسا هستم و خوش اومدین به اولین قسمت از تئوری موسیقی از پایه. اگر تئوری موسیقی بلد نیستین، اگر کم بلدین و میخواین بیشتر یاد بگیرین، حتما بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیوها رو از دست ندین و از الان از همین اولین ویدیو شروع کنین و به صورت خودآموز میتونین تئوری موسیقی رو به راحتی یاد بگیرین و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یاد بگیرید، چون اگر تئوری موسیقی بلد نباشین یا اگر فکر میکنین که به دردتون قرار نیست بخوره، واقعا در اشتباهین و یک جایی به مشکل میخورین. چون تئوری موسیقی از مهمترین بخش‌های موسیقی. اگر ساز میزنین، اگر خواننده هستین یا هر فعالیتی که توی موسیقی انجام میدین، باید تئوری موسیقی رو بلد باشین. چون از یه جایی به بعد دیگه میبینین که پیشرفت نمی‌کنین، یک جای گیر کردین، نمیدونین مشکل چیه. قطعا یکی از اصلی ترین مشکل ها میتونه کمبود دانشتون توی تئوری موسیقی باشه یا اصلا کلا ندونستن تئوری موسیقی باشه. یعنی برای ساز زدن مثلا فقط نوت خونی کافی نیست، شما باید تئوری موسیقی رو بلد باشین. برای همین امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه که تئوری موسیقی رو یاد بگیرین و اگر جای مشکل دارین حل بشه مشکلتون. خب همونطور که میدونین موسیقی هم مثل هر زبان دیگه‌ای الفبای مشخص خودشو داره. یعنی ما مثلا اگر میخوایم زبان فرانسوی یاد بگیریم، اولین کاری که میکنیم اینه که میریم الفبای زبان فرانسوی رو یاد میگیریم. موسیقی هم همینطوره. اگر میخوایم موسیقی یاد بگیریم، اولین چیزی که باید یاد بگیریم الفبای موسیقی هست. حالا اصلا این الفبای موسیقی ما چی هستن؟ ما 7 نوت داریم و این 7 نوت الفبای موسیقی ما هستن. حالا این 7 نوت چی هستن؟ مطمئنم تا الان قطعا به گوشتون خورده. بریم با هم یه دور از اول بگیم. دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. این هم از 7. خب اصلا ما این حروف رو چطور نشون میدیم؟ ما 2 روش داریم که این حروف رو نشون بدیم. اولین روش همونطور که براتون نوشتم، هر جوری که داریم میخونیم همونطوری هم بیایم بنویسیم. یعنی با حروف انگلیسی بیایم همینجوری هر چیزی که میگیم رو بنویسیم. روش دوم که این روش خب بین المللی تره، بیشتر استفاده میشه توی خیلی از نرم افزارهای آهنگسازی یا خیلی از اپلیکیشن های مختلف استفاده میشه و حتما باید بلد باشین. یعنی 2 رو باید بلد باشین، نباید بیاین یکیشو انتخاب کنین بگین مثلا این رو اگه بلد باشم کافیه. هر 2 رو باید بلد باشین چون استفاده میشه خیلی. روش دوم اینه که ما بیایم به هر نوت یک حروف انگلیسی اختصاص بدیم. یعنی مثلا چطوری؟ یعنی ما مثلا نوت 2 رو با چی نشون میدیم؟ با سی نشون میدیم. با سی انگلیسی نشون میدیم. ر رو با دی نشون میدیم. می رو با ای نشون میدیم. فا رو با اف نشون میدیم. سول رو با جی نشون میدیم. لا رو با ای نشون میدیم و سی رو هم با بی نشون میدیم. یعنی اگر از لا شروع کنیم در واقع انگار داریم میگیم A, B, C, D, E, F, G. و این یکی از روش‌های حفظ کردن میتونه باشه. یعنی میتونید بیاین اینجوری بر خودتون بگین که از A, B, C, D استفاده میکنیم. روش دوم حفظ کردن اینه که خب هی بیاین تکرار کنین، هی توی مغزتون مرور کنین با خودتون. مثلا اگه دارین یک کاری انجام میدین، مثلا دارین راه میرین، هی توی مغزتون بیارین نوت‌ها رو با حروف یک بار بیارین، یک بار نوشتنی بیارین. یعنی از روش اول استفاده کنین، یه بار از روش دوم استفاده کنین و خب این کار باعث میشه که این نوت‌ها هی توی مغز شما طبقه بندی بشه و بمونه توی حافظتون که هیچ وقت دیگه فراموشش نکنین. چون که شما نوت‌های موسیقی رو باید یک جوری بلد باشین که اصلا بدون فکر کردن بهشون بتونین قشنگ کامل از اول شروع کنین بگین، از وسط بگین. مثلا من اگر یه نوتی از شما میپرسم، نوت بعدیش، نوت قبلیش رو بتونین بگین.
چون که ما توی تئوری موسیقی انقدر مبحث زیاد داریم که شما باید نوت‌های موسیقی رو یک جوری کامل یاد بگیرید که اصلا نخواین وقتی برای پیدا کردن نوت‌ها بذارید. یعنی توی مغزتون کامل باید حک شده باشه این نوت‌ها. و تنها راهش هم تکرار و تمرینه. انقدر باید با خودتون بگین، انقدر توی مغزتون مرور کنین تا دیگه کامل توی مغزتون بشینه. اولش قطعا یکم سخته، ولی بعدش میبینین که چقدر راحت شما حفظ شدین و یک جوری حفظ شدین که اصلا هیچ وقت فراموشش نمی‌کنین. یه روش دوم دیگه که میخوام بهتون بگم روش دایره هستش. شما از این دایره میتونین استفاده کنین تا تمرین کنین. یعنی توی مغزتون میتونین وقتی که چشماتون رو میبندین این دایره رو بیارین جلوی چشمتون و هی روی این دایره تمرین کنین. اصلا ما چرا از این دایره استفاده میکنیم؟ چون همونطوری که میدونین ما نوت ها رو تا بی نهایت داریم دیگه. یعنی دو ره می فا sol لا سی دو، دو ره می فا sol لا سی دو، ره می فا sol لا سی دو، می فا sol لا سی دو، همینجوری ما اینا رو داریم. این دایره هم برای ما یه نشونه بی نهایت داره. یعنی مثلا ما اگر ساعتگرد شروع کنیم به شمردن، دو ره می فا sol لا سی، دو ره می فا sol لا سی، دو ره می فا sol لا سی، همینجوری ادامه پیدا میکنه. پاد ساعتگرد هم همینجوری تا بی نهایت ادامه داره. سی لا سول فا می ره دو، سی لا سول فا می ره دو، سی لا سول فا می ره دو، همینطوری ادامه داره. حالا شما از این دایره چجوری میتونید استفاده کنید تا تمرین کنید؟ اول بیاین شروع کنید همینطوری معنا شمردن با سرعت‌های مختلف. شروع کنید برای خودتون هی بخونید. دو ره می فا sol لا سی. حالا بیاین نوت بعدی ره می فا sol لا سی دو. بیاین نوت بعدی می فا sol لا سی دو ره. همینجوری هی برای خودتون بیاین بخونید. حالا وقتی این تموم شد بیاین پاد ساعتگرد بخونید. یعنی سی لا سول فا می ره دو، لا بیاین، سول بیاین، هی اینا رو تمرین کنید. یه روش دیگه هم اینه که مثلا من از شما میام سوال میپرسم، مثلا تو انگلیسی بعد A چیه؟ خب خیلی راحت شما میگین بدون فکر کردن B. موسیقی هم باید همینطوری باشه. یعنی به یه مرحله برسین که من وقتی به شما میگم بعد نوت ر چیه بدون فکر کردن بگین می. روش دوم تمرین اینه که شما بیاین یه نوت همینطوری توی ذهنتون یه نوتی در نظر بگیرید. می. خب بعدش چی بود؟ فا بود. قبلش چی بود؟ ر بود. اگر دیدین خیلی پیشرفت کردین خیلی سریع میتونین بگین دوتا بگین. یعنی مثلا دوتای بعدی می چی بود؟ فا سول. دوتای قبلی می چی بود؟ ر دو. از این روش اگه استفاده کنین خیلی بهتون کمک میکنه. قشنگ نوت ها کاملا توی حافظه بلند مدتتون میشینه و تا اینا رو کامل یاد نگرفتین نرین سراغ درس بعدی. این نوت ها رو یه جوری یاد بگیرین که تا ابد دیگه فراموشش نکنین. از این تمرین استفاده کنین. هر سوالی داشتین میتونین توی کامنت ها برای من بنویسین. اگر ویدیو رو دوست داشتین و براتون مفید بود لطفاً لایک کنین و برای دوستاتون بفرستین. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.